سلام دوستان جیه مثلا خوش اومدید به یک ویدیو جدید، البته کال آف ویج. خب بریم سراغ کار. اول بریم بتل رویال، یه دست بتل رویال بریم. بچه فکر کنیم از یه بلندی بیای پایین، بعد یه دفعه یه دونه چی بزنیم با اسنایپ. خب یه دونه شات بزنیم، خیلی خفنه و رزرم همچین چیز زد و واقعا من نوب بودم در مقابل این. بشه بچه باید کن. Friendly canine unit incoming. Just taking منطقی Battle gear down. The passage is about to start. Time for the mission. Get ready. از اونجایی که اصلا بلد نیستم، اصلا زدم یاد بگیرم، خیلی اصلا بلد نیستم. بچه چرا وقتی ما میگیم جلو لبا میره جلو، وقتی میگیم عقب لبا میره عقب؟ و چرا دوستان توی کالا ما بیشتر از 4 نفر توی بازی چی میگن 4 تا یار توی بازی نداریم؟ چرا واقعا؟ علتی دلیل منطقی بیارم نیارم بزنم. چون که توی منکرت آب رو هوا از یعنی آب تمومی نداره، آب بی نهایت میتونه درست کنی. به این دلیل حالا دنبال این نباش که 5 نفری داشته باشی. من دنبالش بودم نشده دیگه، از دل نمیشه. آخ یه دونه از سگ Friendly canine unit incoming. لا بیا خود دو بخچون میخوری بهش میمیری. منطقه منم خوردمش رو. ما دقیقا جای خیلی خوب هستیم، بریم این وسط دیگه. خیلی بریم لوت کنیم. طول مزمی سوانشم خیلی خوبه. چقدر من این نباید پرواز کنم. و خوبیش اینه که همه جا میره بالا. کن راه کجم میره بالا. نکن این راه مثلا ببینیم میتونه بره بالا. این پلیه بسو سگ هلی بزن. من دیدم قشنگا
دیدم قشنگ نمیانه چی شد. علت این که من این وسط رو انتخاب کردم خیلی منطقه داره، چون که موج میاد نرم زیر ما برم نرم تو موج. خب یزید چه ربطی داره؟ شاید اون ورتر چیز کرد. بریم اینجا لوت کنیم. کویر لوت. اوف اسنایپ. اسنایپر؟ این بیادم پوش میاد. Airdrop has been delivered. M4 هم نمید. ایش این بزرگه. نه خیلی اسنایپر. همون قبلی از بازم بهتره و اینکه من وقتی دو تا تفنگ خوب پیدا میکنم اصلا وقتی هر نفر بکشم چیز پیدا کنم فقط تیراشو وسایل دیگه‌شو برمیدارم، اصلا به تفنگ دست نمیزنم. با همون تفنگ هم دارم، من اینکه تیرش پیدا نشه تفنگ دیگه بردارم که تیر داشته باشه. Airdrop is coming. بیاید اینجا دیگه، چرا نمیاد؟ من جای خیلی خوبه، چون هرچی موج کوچیک‌تر شه آخری موجی که جایی که کوچیک میشه اینجا. ولی من به نظر من اون موقع بازی نمی‌کردم، فکر می‌کردم مثلا از بازی نمی‌کردم فکر می‌کردم این وسطه چیزه، بگو هر جایی دلش بخواد. آره دیگه چه کنیم چه کار کنیم سایه شد نوب بودم دیگه چه کار کنم. الان به من بگو من چی کار کنم. جک AK 47 این بهتره دیگه. تو بازی کنی؟ صدا آره پینک گفتم تا یه نوی خوفا کنم خوده انمی رو داد. Airdrop is coming. اسمش نمیخوام. مثلا باید
نصفش رو سوار میشه این نصفش فرمان دارش من تلفن نفرستم یک کمچون همه جمع میشن این منطقه Friendly canine ولی یه وایه ولی is almost ready. میشینه The safe zone is collapsing. مال خودم بخرج نمیدونم کجا می‌کنم. benim yavrumun verdim. تو بشین دیگه. تو بشین. نشستیم. اون رفیقش زودتر از منطقه اون همون گیر کردیم این سنگ رو بس آره سفر بکنیم عرض کردم الان خوبه؟ الان خوبه؟ دوست بریم دیگه او تانک چه تانک رو هم دیگه Chip terminal is almost ready. یا خدا نزن بیا بشین
چی میترکونش فکر نمی‌کنم.